اکبر هاشمی رفسنجانی سابق رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 8 ژانویه در شفاخانه شهدای تجریش ایران در سن 82 سالگی از دنیا درگذشت. ایشون حدوداً 1:06 به بیمارستان، حالشون بد شد، به بیمارستان منتقل شدن. اونجا یه تیم پزشکی سعی کردن که احیا کنن، متاسفانه نتونستن احیا بکنن. به طور کاملا ناگهانی دچار ایست کامل قلبی شدند. بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند. در بخش اورژانس تیم پزشکی شامل متخصصین قلب، بیهوشی و طب اورژانس همه اقدامات لازم را انجام دادند، اما متاسفانه این اقدامات مؤثر واقع نشد و ایشون در ساعت 7:30 بعد از ظهر به لقاء الله پیوستند. رفسنجانی یکی از ستون‌های انقلاب اسلامی شناخته می‌شد. او جانبدار روابط بهتر با ممالک غرب بود و در مسائل زیاد سیاست‌های محافظه‌کاران را به چالش می‌کشید. سیاستمداران اصلاح طلب ایران او را یکی از رهبران خود می‌دانستند. یکی از بزرگترین استوانه‌های انقلابیار امامیار حضرت رهبری از دست آیت الله رفسنجانی که از سال 1989 تا سال 1997 دو دوره ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشت، در انتخابات پرزیدنتی سال 2005 در مقابل محمود احمدی نژاد ناکام شد. از سال 2009 مقامات ایران رفسنجانی و اهل عائله‌اش را به پشتیبانی از جنبش مخالفین متهم کردند و در انزوای شدید سیاسی قرار دادند. در سال 2012 دختری رفسنجانی فایزه با جرم ترغیبات ضد دولتی به مدت 6 ماه و پسری او مهدی با اتهام فساد و تهدید به امنیت کشور به مدت 10 سال زندانی شدند. فشارهای سیاسی او را روح افتاده و از صحنه سیاسی دور نکردند. در سال 2013 رفسنجانی می‌خواست در انتخابات پرزیدنتی ایران اشتراک کند، ولی با اشاره به سن و سالش نهادهای ناظر نامزدی او را ثبت نکردند و او از رئیس جمهور فعلی حسن روحانی پشتیبانی کرد. فرزند رفسنجانی میگوید که پدرش تا روزهای آخر در فکر مردم بود. همیشه دغدغه مردم رو داشت. یعنی این مدتی که ما در کنار ایشون بودیم همیشه به فکر مردم بود. مردم الان محبت دارن. منم شرایط روحیم یک حالت ناباوریه الان اینجا خدمت شما هستم. در پی اعلان مرگ رفسنجانی صدها طرفدار رئیس جمهور سابق ایران در نزد شفاخانه جمع آمدند. بسیار متاسف شدم. من لحظات ابتدایی به واسطه شبکه‌های اجتماعی متوجه شدم و خیلی ناراحت متأثر هستم. میرفتم منزل و گفتم که حالا در جمع مردم حضور داشته باشه. والا من احترام خاصی برای ایشون قائل هستم. اشکام هم نمیذاره حرف بزنم. با مرگ رفسنجانی در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه می، رئیس جمهور ایران حسن روحانی و جنبش اصلاح طلب سرپرست مهمی را از دست دادند. مراسم دفن رفسنجانی روز سه‌شنبه در تهران برگزار می شود.